مردم شرکت کننده در نماز جمعه شعارهای شعار دهنده رسمی این مراسم را آنن تغییر می‌دادند. از جمله هنگامی که شعار دهنده رسمی شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس را سر می‌داد، مردم در پاسخ مرگ بر روسیه را سر می‌دادند و هنگامی که شعار دهنده رسمی شعار خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست را سر داد، مردم در پاسخ گفتند خونی که در رگ ماست هدیه به ملت ماست. به گفته شهروندان تهرانی و بنابر فیلم‌های منتشر شده، هواداران میرحسین موسوی امروز شعارهایی مانند یا حسین میرحسین، هاشمی سکوت کنی خائنی، مرگ بر روسیه، مرگ بر چین، هاشمی با غیرت حمایت حمایت، سهراب ما نمرده این دولت که مرده، ما اهل کوفه نیستیم حسین تنها بماند و ای دولت کودتا استعفا استعفا سر دادند. به